سلام بچه ها. این خانم ناخوناشو ترکونده و الان قراره که ما ترمیمش کنیم براش. قبل کارو من براتون گذاشتم که ببینید، بعد از کارم ببینید. الان اگه دقت کنید یه ناخون شکستم داره و ناخوناش اینقدر رشد کردن. حالا شروع به تمیزکاری میشه ناخون و دورگیری میشه، تمیزکاری میشه و اینکه لطفاً ما رو سابسکرایب کنید و لایک کنید و از همه مهمتر از همون حمایت کنید، چون قراره هر کس هر مشکلی که توی لاین ناخون داشته باشه لطفاً برای من کامنت کنید و من کامل راهنماییتون میکنم. شما هر مشکلی رو دارین به من میگین، من با متخصص اون لاین صحبت میکنم و جواب سوالاتون رو میدم. ممنون از شما. خدا نگهدار.